آیا تا به حال به این فکر کردین که چه کاری میتونین انجام بدین که وبسایت شما یا خدمات و محصولاتی که ارائه میدین توسط پلتفرم‌های هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی به مخاطب‌ها معرفی بشه؟ اگر دنبال پاسخ این سوال هستین تا آخر این ویدیو همراه من باشین، چون میخوام در مورد موضوعی صحبت کنم که آینده جستجو رو تغییر داده. اول از همه با اصطلاح GEO باید آشنا بشیم که مخفف Generative Engine Optimization هستش. ما میتونیم اون رو در فارسی به بهینه‌سازی برای موتورهای مولد هوش مصنوعی ترجمه کنیم. این مفهوم مربوط به این میشه که شما تولید محتواتون به صورتی هستش که وقتی فردی وارد پلتفرم‌های هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی یا جمینای میشه و سوالی رو از اونها میپرسه، اونها میان در کنار پاسخ وبسایت، محصول و خدمات شما رو به عنوان یک منبع معتبر معرفی میکنن. سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که چرا GEO اینقدر اهمیت داره؟ مهمترین دلیل این هستش که رفتار کاربرها تغییر کرده. در واقع نوع جستجوی سنتی به صورت کلی داره تغییر میکنه. آخرین باری که شما وارد گوگل شدید و یک کلمه کلیدی رو جستجو کردین کی بوده؟ بیشتر افراد برای اینکه پاسخ یک سوال رو پیدا بکنن وارد پلتفرم‌های هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی و جمینای میشن و سوالشون رو از اونها میپرسن. طبق تحقیقات انجام شده تا پایان سال 2026 25% جستجوهای سنتی کاهش پیدا میکنه و تا پایان سال 2027 کاربرها ترجیح میدن که تمام سوالهای خودشون رو از پلتفرم‌های هوش مصنوعی بپرسن به جای اینکه وارد موتورهای جستجو بشن و سوالشون رو مطرح کنن و با یک سری لینک روبرو بشن. تا قبل از حضور پلتفرم‌های هوش مصنوعی، برای اینکه وبسایت شما دیده میشد در نتایج جستجو، شما باید بر اساس معیارهای SEO رفتار میکردین و وبسایتتون رو بر این اساس بهینه میکردین. اما در حال حاضر این معیارها تغییر کرده و سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که ما چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی رو میتونیم بین SEO و GEO پیدا کنیم. به طور کلی شباهت‌ها رو میتونیم به 3 دسته تقسیم کنیم. دسته اول تجربه کاربری هستش. هر دو به تجربه کاربری اهمیت بالایی میدن. برای رتبه گرفتن در هر دو پلتفرم باید تجربه کاربری وبسایت خودتون رو ارتقا بدید. مورد بعدی بحث تکنیکاله. سئو تکنیکال در هر دو پلتفرم مشابه و بسیار مهمه. وبسایت شما باید سرعت خوبی داشته باشه و استانداردهای لازم رو رعایت کنه تا ربات‌ها بتونن محتوای اون رو بررسی کنن. و در نهایت بحث اعتبار سنجیه. در هر دو حالت وبسایت شما باید معتبر باشه و به شما لینک داده بشه. این نقطه قوت و اعتبار شماست. اما میرسیم به تفاوت‌هاشون. مورد اول نحوه ارائه اطلاعات. در موتورهای جستجو لیستی از وبسایت‌ها به کاربر ارائه میشه و کاربر باید روی این لینک‌ها کلیک کنه و خودش به دنبال جواب بگرده. اما در پلتفرم‌های هوش مصنوعی یک پاسخ کلی و جامع به کاربر داده میشه که ممکنه در ادامه یک یا چند وبسایت هم به عنوان منبع معرفی بشه. مورد بعدی درک نیاز کاربر. موتورهای جستجو بر اساس کلمات کلیدی که کاربر جستجو میکنه نتایج رو به اون نمایش میدن، اما پلتفرم‌های هوش مصنوعی درک کاملتری از نیاز و مسئله کاربر دارن. بحث بعدی هدف اصلیه. در SEO هدف اصلی کسب رتبه بالاتر در نتایج جستجو هست، اما در GEO هدف اصلی دیده شدن در پاسخ‌های هوش مصنوعی. نوع و تمرکز محتوا موضوع دیگه‌ای هستش که یک تفاوتی ایجاد کرده. در SEO تمرکز روی کلمات کلیدی در حالی که در GEO تمرکز روی ساختار و محتوا هستش. و به عنوان آخرین تفاوت میتونیم ساختار داده‌ای رو در نظر بگیریم. در SEO بیشتر بر متا تگ ها و لینک سازی تمرکز هستش، اما در GEO بر اسکیما و فایل های LMTXT. سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که ما چطور میتونیم وبسایتمون رو برای GEO بهینه کنیم. در واقع اگر فردی وارد پلتفرم‌های هوش مصنوعی شد و سوال رو مطرح کرد، هوش مصنوعی بر اساس وبسایت ما بیاد و پاسخ اون رو بده. اولین مورد تمرکز بر روی سوالات کاربر به جای کلمات کلیدی. مثلا به جای اینکه بیاین بر روی کلمه کلیدی بهترین کفش متمرکز بشید، باید بیاین بر روی این سوال که بهترین کفش برای تابستون چی هستش متمرکز بشید و بر این اساس محتوای خودتون رو تولید بکنید. مورد بعدی کیفیت و عمق محتواست. یعنی شما محتوایی که تولید میکنید باید پاسخ کامل و جامع باشه تا هوش مصنوعی بیاد و از محتوای شما استفاده کنه. مثلا اگر شما یک دکتر دندون پزشک هستین و میخواین یک مقاله در زمینه راههای مراقبت از دندون بنویسید، باید تمام مراحل و
کارهایی که یک فرد باید انجام بده رو داخل این مقاله در نظر بگیرید تا وقتی که فردی میاد سوال میپرسه پلتفرم هوش مصنوعی از منبع شما استفاده بکنه و اون رو به عنوان یک منبع معتبر هم به کاربر معرفی بکنه. و به عنوان یک تکنیک طلایی شما باید بیایید از یک فایل تحت عنوان lm.txt استفاده کنید. این فایل در واقع یک نقشه راه برای هوش مصنوعی و به اون میگه که کدوم محتوا در سایت شما مهمه. نحوه ساخت و قرار دادن فایل lm هم بسیار ساده است. یک فایل متنی باز میکنید، اسمش رو lm میذاریم و با پسوند txt اون رو ذخیره میکنید. بعد داخل این فایل با استفاده از علامت هشتگ میاین و پیام‌هایی رو برای هوش مصنوعی می‌نویسید. مثلا نام وبسایتتون چی هستش، چه قسمت‌هایی از وبسایت شما از اهمیت بالاتری برخورداره، صفحه فروشگاهتون کجاست، تماس با ما به چه صورتی هستش و صفحه وبلاگ. همینطور اگر وبسایت شما سایت مپ داره باید لینک سایت مپ خودتون رو هم داخل این فایل قرار بدید. کار بعدی که باید انجام بدین این هستش که این فایل رو در روت اصلی یا همون پابلیک HTML آپلود بکنید و خود هوش مصنوعی وقتی که وارد وبسایت شما میشه بر اساس این فایل تصمیم میگیره که چه کاری رو انجام بده. اما کار دیگه‌ای که میتونین انجام بدین قرار گرفتن در فهرست بهترین ها هستش. بسیاری از وبسایت ها هستن که میان و یک مبلغ رو از مخاطبین میگیرن و کسب و کار اونها رو جزو یک فهرستی قرار میدن. مثلا فهرست 10 کسب و کار برتر در زمینه طراحی وبسایت. شما فقط کافی هستش که وارد این وبسایت ها بشید، یه هزینه رو پرداخت بکنید و اسم سایت شما و کسب و کارتون داخل این وبسایت قرار بگیره. بر اساس این اطلاعات ربات‌های هوش مصنوعی میان و از وبسایت شما به عنوان یک منبع معتبر استفاده میکنن. کار دیگه‌ای که میتونین انجام بدین و نیاز به صرف هزینه نیستش استفاده از شبکه اجتماعی لینکدین هستش. اگر شما وارد لینکدین بشین و برای کسب و کارتون اونجا یک پیج درست بکنید و یک سری اطلاعات در خصوص کسب و کارتون داخل لینکدین بذارین، هوش مصنوعی این رو به عنوان یک کسب و کار معتبر تلقی میکنه و زمانی که کسی میاد یک سوالی رو میپرسه یا دنبال خدمات و محصولی هستش، بر اساس پیج هایی که داخل لینکدین هستش وبسایت و خدمات یا محصولات شما رو به اون فرد ارائه میده. به عنوان جمع‌بندی در نظر داشته باشید که SEO هنوزم دارای اهمیت هستش و خیلی از کاربرها برای پیدا کردن جواب سوالای خودشون وارد موتورهای جستجو میشن. شما در کنار رعایت کردن اصول SEO باید بر روی اصول GEO هم سرمایه گذاری بکنید تا در آینده وبسایت و کسب و کار شما جزو نتایج و منابعی باشه که هوش مصنوعی به کاربرهای خودش معرفی میکنه. اگر این ویدیو براتون مفید بود پیشنهاد میکنم که این کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه ویدیوهای من رو که در زمینه کسب و کارهای آنلاین هستش از دست ندید. ممنون که همراه من هستید.